خب درود بر دوستان عزیزمون، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خب ببینید، در 22 اکتبر، در تاریخ 22 اکتبر یه ترانزیت بسیار طلایی هست و خیلی ترانزیت خوبیه. منتها مشکلی که داره اینه که سریعا این ترانزیت تموم میشه و یک روز بیشتر وجود نداره انرژیاش. نکته اول اینه که یکی از بهترین ترانزیت هایی هست که برای اونایی که میخوان بدونن چه ترانزیتیه، مثلث ونوس جوپیتر با بقیه ترکیبایی که تقویت میکنه این رو. ببینید دوستان، یکی از بهترین ترانزیت هایی هست که انرژی عشق رو بسیار بالا میبره در زندگی. برای مسائل مالی خیلی خوبه، رونق میاره و برای مسائل سلامتی. جنبه منفیش هم اینه که یکم تنبلی و گرایش به تفریح و بازی و کارهای این چنینی رو هم زیاد میکنه، بازی گوشی. روابط اجتماعی رو بهبود میبخشه. روز 22 اکتبر بهترین زمان برای برگزاری جشن، مهمونی، یه ایونتی، هر چیزی که یک جور به نوعی ارتباط بین دوستان، خویشاوندان و اینها باشه و بخوان زمان خوبی رو سپری کنن. البته من من دارم از روی تقویم میلادی میگم دیگه، مناسبت های شرقی رو نمیدونم چیه، ولی این انرژی ها در روز 22 برقرار هست. مناسبت های شرقی یعنی من نمیدونم که منافاتی داره و چیزی یا نه. و نکته بعدی اینه که بسیار پالس مثبت مالی میاره، شانس رونق بسیار بالا میره، شانس شروع روابط عشقی بسیار بالاست. منتها ببینید، این روابط عشقی، یه سری روابط عشقی هستن که بر اساس یک ترانزیت های بسیار ترکیبی صورت میگیرن. این روابط عشقی در صورتی که در خلال اون ترانزیت ها شروع بشه، اینا به ازدواج، به روابط جدی این چنینی خود به خود ختم میشه. یه سری روابط ها هستن مثل این رابطه هایی که در خلال مثلث ونوس تشکیل میشه. این رابطه ها به چارت دو نفر، به چارت سینستریشون برمیگرده که این روابط به جایی برسه یا نه، ولی شروع میشه. خب شخص باید بررسی کنه، ببینه، حلاجی کنه، بره جلو، ببینه این روابط به دردش اصلا میخوره یا نه. پس روی روابطی که شروع میشه حساب جدی نکنید و شناخت رو برید جلو. نمیگم نمیتونه به چیزی ختم بشه، میتونه، ولی چارت موثره و باید برید جلو ببینید شناخت چیه. ولی شانس شروع روابط عشقی بسیار بالاست. برای شروع سفرهای تفریحی بسیار زمان خوبیه. برای سرمایه گذاری بسیار زمان خوبیه در هر زمینه‌ای که از قبل تحقیق کرده باشید و بدونید منتظر زمان خوب باشید، زمانش عالیه. و برای شروع بیزنس خوب نیست. بیزنس هایی که انرژی میخواد و انرژی بالایی میخواد و نیاز داره که شما کوشا و توانا باشید، در خلال این ترانزیت شروع نکنید، چون مقدار تنبلی رو به همراه میاره. دوستان حتما این پست رو لایک بکنید، به اشتراک بذارید، اگر میتونید یه کامنت فرامون بذارید.